امروز در پایتخت مملکت اجلاسی سیوم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم با رهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسی معاونان، رهبری دستگاه رئیس شهر، رهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسات شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده مسئله های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. سپس مسئله آمادگی به موسم تیرما و زمستان سالهای 2025-2026 در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار داده شده. وابسته به آن حسابات معاون یکم شنیده شد. محترم رستم امامعلی با معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های شهر، رهبران واحدهای ساختاری دستگاه رئیس شهر جهت اجرای نقشه چهاربینی‌ها عاید به سر وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر دوشنبه برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرما و زمستان سالهای 2025-2026 دستور و سپارش‌های مشخص دادند. همچنین تاکید گردید که در برابر آماده ساختن اینفراساختور پایتخت به موسم زمستان، اینچنین کارها را در سمت بنیاد کارخانه‌های نو صنعتی و انشاءات‌های کمونالی و خدمت‌رسانی تقویت بخشیده، بهر با نشان دهنده‌های مناسب جنبست نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی شهر تمام امکانیت‌ها را سفربر نمایند. وکیلان در ادامه جریان عملی شوی برنامه دولتی مجموعی رشد تربیه و معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و رفت اجرای نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را محاکمه نموده وابسته به این مسئله ثبات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی در این رابطه با معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرستی ساحه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که با مقصد بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی با جلب اهل جماعتچگی، کارمندان ساحه‌های معارف و تندرستی و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها کارهای فهماندهی را میان همه قشر جامعه تقویت بخشند. در ادامه وکیلان برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 و رفت اجرای نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را محاکمه نموده در این باره گزارش معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. وابسته به مسئله مذکور، رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با معاون رئیس شهر دوشنبه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار سپارش دادند که با مقصد درست به راه ماندن تعلیم و تربیت تا مکتبی، بیدار نمودن ذوق کودکان به خوانش و بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت در همه مؤسسه‌های تا مکتبی نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقیشان تدبیرهای ضروری را راه اندازی نمایند. همچنین جهت ساخته با استفاده دادن مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی در محله‌های سیراحالی و تامین نمودن مؤسسه‌ها با ادبیات بدیعی کودکانه و مواد تعلیمی جوابگو به طلبات زمانی معاصر به مسئولین دستورها داده شد. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبست کار اجلاسیه، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان و کل حاضرین را به خدمت صادقانه بهر رشد و نموی پایتخت کشور شهر دوشنبه دعوت نموده به آنها برای موفقیت و زندگی با سعادت را آرزو نمودند. با همین اجلاسی سیوم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد.